هزینه تحصیل در مدارس انگلستان. برای تحصیل در مدارس انگلستان هر سال حدود 50,000 پوند باید خرج کنی. برای اون کسایی که مشکل دوری از خانواده ندارن و میتونن هزینه ها رو پرداخت کنن واقعا عالیه. اما امروز با پیشرفت تکنولوژی آموزشی و تلاش های مؤسسه دانشکسری برای ایجاد دسترسی مستقیم به آموزش های جهانی، دیگه نیازی به پرداخت هزینه های نجومی برای تحصیل در انگلستان نیست. میتونی همون آموزش و همون مدرک رو آنلاین بگیری. نکتهش اینه همون مدرک بین‌المللی ای لول برای دانشگاه‌های انگلستان یا آی بی برای دانشگاه‌های امریکا، اما فقط با سالی 3 تا 9,000 پوند، بدون مهاجرت، بدون استرس، بدون دوری از خانواده، با معلم‌های حرفه‌ای، کلاس‌های زنده با قابلیت بازپخش، مشاوره کامل برای ورود به دانشگاه‌های تاپ دنیا و در نهایت دانشکسری تنها نماینده رسمی و قانونی مدارس آنلاین کمبریج و کینگز اینترهای، بدون واسطه، با پشتیبانی تا روز فارغ التحصیلی.